سلام و وقت بخیر. به برنامه آخر خط از نور خوش آمدید. ادامه تلاش‌های حکومت سرپرست برای تأمین روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان چه زمان تعامل رسمی شکل می‌گیرد؟ در ادامه این تلاش‌ها وزیر خارجه پاکستان گفته است که به همکاری نزدیک با حکومت سرپرست تمایل دارد. در سوی دیگر ملا هبت الله اخندزاده رهبر حکومت سرپرست در پیام به مناسبت عید سعید قربان مدعی شده است که وحدت ملی در افغانستان حاکم است و اکنون وحدت حکومت سرپرست در مرحله آزمایشی قرار دارد که با مردم چگونه برخورد انجام می‌دهد. آقای اخندزاده این را هم گفته است که حکومت سرپرست در امور داخلی کشورها مداخله نمی‌کند و آنان نیز در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. این در حالی است که جهان همواره در مسئله آموزش دختران، نقض حقوق بشری و حکومت فراگیر با حکومت سرپرست به توافق نمی‌رسد. حال پرسش این است که حکومت سرپرست چرا پیش شرط‌های جامعه جهانی را نمی‌پذیرد؟ آیا حکومت سرپرست به تنوع قومی تمکین کرده است؟ هیئت حاکمه حکومت سرپرست آیا از تمامی مردم افغانستان نمایندگی می‌کند؟ چه زمان حکومت سرپرست به رسمیت شناخته خواهد شد؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث مطرح می‌کنم. مهمانان من در این برنامه آقایان میرویس غیاسی دیپلمات پیشین، عبدالشکور صبوری رئیس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی افغانستان و تا لحظات دیگر آقای مولانا عبدالجبار سانگزی آگاه سیاسی در این بحث با ما اشراق خواهند کرد. تشکر مهمانان عزیز که در این بحث با ما اشراق کردین. بخوایم بحث را از آقای غیاسی آغاز کنم که آقای اخندزاده گفته که وحدت ملی در افغانستان تأمین است و افغانستان مداخله نمی‌کنه به کشورهای دیگر و جهان نباید در کشورهای و بخصوص در موضوع داخلی افغانستان مداخله کنند. چه فکر می‌کنین که آیا وحدت ملی تأمین است و جهان که خواست‌های را داره آیا مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما بینندگان گرامی. مستقیم میرم در سر سوال. در این شکی نیست که از نگاه اگر وحدت ملی منظور جناب اخندزاده وحدت حکومتی باشه یا یک اداره سرپرستی سرتاسری در افغانستان باشه، این تامین است که از اقصا نقاط افغانستان به مرکز وصل هستند و قندهار و عادی‌ترین یک مامور خود جناب اخندزاده تعیین میکنند. از این ناحیه وحدت حفظ است. در این شکل نیست که چند پارچگی ها یا تشددی که در زمان جمهوریت و قبل از او بود، جزیره های قدرت بود در افغانستان، راه ها امن نبود، و از این ناحیه حفظ است. اما وحدت ملی از خود تعریف داره. وحدت ملی را میگن که یک ملت، یک قائد، یک پیشوا، یک رهبر انتخاب کرده باشه، قلباً به او راضی باشه و او شخصیت معمار ملی یک ملت باشه. مثل قائد اعظم در پاکستان است، نیلسون ماندلا در آفریقای جنوبی بود، خمینی در ایران بود، که یک وحدت ملی یعنی قاعده اکثری، البته مطلق نه، حتما هر گروه و هر جریان و هر شخصیت مخالفین خود داره، ولی وحدت ملی که یک دست همه ملت به او رأی داده باشه از نظر شکل جمهوریش، این را وحدت ملی میگن. از نظر شکل اسلامیش هم است که وحدت ملی را میگن که تمام امت، فرد امت بیعت کرده باشند، امیر خدا دیده باشند، با او بیعت کرده باشند، خصوصیت‌های از او را بشناسند، از نگاه نظام اسلامی هم شکل کلاسیکش. در این دو تعریفی که از نگاه جمهوریت و دموکراسی و از نگاه اسلامیش وحدت ملی به نظر ما وجود ندارد. هیچ کس از فرد ملت بیعت نگرفته و یک بررسی نشان میده که اگر در افغانستان انتخابات شود 13% مردم افغانستان امارت اسلامی را و این جریان را تایید میکنه. امارت اسلامی یک جریان جنگی است، توسط قهر و سلطه قهریه و زور قدرت را گرفته و در نهایت هم با تعامل با کشور بزرگ امریکا یا مثلا با مذاکره با اونا با مشکلش را گرفته. با این ناحیه این وحدت ملی به این معنا تامین نیست، اما با معنای تامین امنیت شوراها، تامین امنیت نسبی چیزا، جنگ‌ها وجود نداره. از این ناحیه درست است. بله. این سه نوع. ولی آقای قیاسی، حکومت سرپرست گفته که مردم خواسته بود که افغانستان را اینها اداره بکنه. حالا خواست مردم هم اونا مدعی شدن که اگر مردم نمیخواست حکومت سرپرست وارد کابل نمیشد و
کابل را نمیتونست گرفته. اگر مردم که خواسته باشن و امارتی که راست میگه، من گپی ما سیاسی نیست و از دیگه مخالفت نمیگم، واقعیت عینی ما خودم یک آدم مسلمان الحمدلله و سابقه جهادی چی دارم. اگر تو کی است، چرا امیر مسلمان ها نمیاد در میان ملت استاد نمیشه و یک بیعت عمومی از ملت نمیگیره، صندوق نمیگذاره و اجازه بده که در پالوش کسی دیگر خدا کاندید بکنه، دیده شود که ملت واقعا که امی امارت قبول داره نداره. یک مسئله فقط بهانه ای که امارت اسلام میکنه است که میگه انتخابات های گذشته نتیجه نداده سبب تشدد افتراق شده بود. ما موافق هستم با اونا. انتخابات های گذشته انتخابات های استخباراتی بود، انتخابات جاسوس ها بود، انتخابات دست نشانده ها بود و انتخاب پلشترین مردمی بود که از غرب به عنوان تکنوکرات آورده شده بودند و هر کدامی از او الا ماشاءالله یگان کس گفته نمیتونم، استثناءات وجود داره بسیار کم، سرشان در آخر یک از استخبارات بود. انتخابات وقتی که آل ملت تحت سیطره شماست، شما عدالت اسلامی را تامین هم میکنید، در این شکل نیست که فساد شما نسبت به جمهوریت به هزاران مرتبه کمتر است. او بدبختی که در اون جریان وجود نداره. خب چرا از چی میترسین که ملت شما را انتخاب کنه؟ بیاین یک مشروعیت داخلی بگیرین، صندوق رای بوانید، ببینید که چند هیچ در مقابل یعنی آخوندزاده کسی را کاندید نکنه، فقط یک صندوق رای بوانن یا آن یا نه، آره یا نه، ببینید که چند فیصدی ملت بیعت میکنه و آزاد بگذارن ملت. و این خاطر و 20 سال امارت جنگ کرد. در این شکل است که بسیار یعنی مقاومتی کرد که در تاریخ سابقه بود، اما هیچ وقت نتونست که یکی از ولایت افغانستان را گیره. و حتی همین امریکایی ها و غنی اینا اگر موافقت میکردن نیروهای مقاومت که در هرات اینجا شکل گرفته بود و اینا دست از نور آزاد می‌داشتن و مراکز دولتی برای سلطنت بودن، 10 سال دیگه امارات مجبور بود که جنگ کنه در افغانستان تا قدرت بگیره. از نگاه واقعیت من موافق نیستم با این. تشکر آقای قیاسی. سپاس آقای قیاسی. موضوعی که پیچیده تر است و جهان هم تاکید و نشست‌هایی را که انجام میده بالای بحث زنا است که حالا حکومت سرپرست مدعی است که نقض حقوق بشری در اینجا جریان نداره و حقوق بشر در افغانستان رعایت شده و زنان در پرتو شریعت اسلامی حقوقشان تامین است. چه فکر میکنن؟ آیا حقوق زنان در افغانستان تامین است؟ ما قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یک نکته دیگر هم درباره وحدت ملی اگر اجازه باشه. بله بفرمایید. ما هم از داشتیم مرا دوستی عزیزی ما هم بسیار خوب گپ زدن، مگه شما تایید میکنم. وحدت ملی از ناحیه یک قوم گپام در دنیای امروزی مطرح است و در خود طالبان هم مطرح است. ما که حتی سخنگویشان آقای ضیاءالله مجاهدی رو گفت که پشمونا اکثریت هستند، به خاطر اکثریتی حکومت دستشان است. از نگاه وحدت قومی را وحدت افغانستان وحدت ملی تامین نیست، حتی نه اینکه از نگاه قوم پشتون و واقع اقوام افغانستان، از نگاه قومی را در پشتون ها یک قوم خاصی معین بیشتر بزایی هستند در حاکمیت قرار دارند. قوم اجزای بسیار سرکوب شده در جنوب و این واقعیت است در اولی ورود از اونها و بعد از اونها فعلا از این ناحیه هم از قومی و صنفی به این معنا که طبقه دانشمند، طبقه متخصص، طبقه دکتر، طبقه انجینر، طبقه حقوقدان، از این ناحیه وحدت ملی تامین نیست. فقط یک قشر خاص طلبای مدرسه که من خودی برم در جوانی مدرسه ها را خواندم تا آخرش، اینم یک قشری که در جوانی ما بودیم بودا، اینم یک قشر در افغانستان حاکم است. با این خاطر دیگه وحدت ملی بودن دیگه یک قضیه نیست. یکی میمونه مسئله حقوق زنان. مسئله حقوق زنان اینجا یک متاسفانه یک مشکل تئوریک است یا مشکل فکری است که طالبان هنوز با حقوق زنها از فقه کلاسیکی متأخرین احناف حقوق زنها را تعریف میکنند در اسلام. در این شکل نیست که در فقه متأخرین احناف در بعضی حاشیه‌های عینی و بعضی حاشیه‌های شرح کنز دقایق بر رایق اینا آمده که مثلا زن حق تعلیم نداره، حق یاد گرفتن. یک وقت یک عالم یادم آمد مولوی کامل گذر در قطعی خودی ما بحث کرده بود که زن باید کتابات نوشتن نداشته باشد چون که بازی به فساد روی میاره. اینا هنوز در ظاهر همین گفته نمیگه، واقعیتش همین است که اینا با اون دید ببینن که دید مردود است و دید شاذ است برای اسلامی
مجموع متون اسلامی، قرآن کریم، احادیث نبوی، زندگی پیامبر صلی الله علیه و زندگی صحابه، زندگی خلفای اموی، زندگی خلفای عباسی، زندگی خلفای عثمانی که همین خلافات که در اسلام برای نماینده های اسلام بودن با وجودی که مشکل داشتن از این ناحیه و فقه معاصر که فقه معاصر ما فعلا نوشته های محمد محمود صواف از عراق است و ابوالحسن ندوی از هندوستان است و بعد از او که وفات کرد شیخ بزرگ شیخ قرضاوی است. متاسفانه دیدگاه خود طالبان مبتنی بر فقه معاصر اسلامی نکردند. در فقه معاصر اسلامی تعلیم زن تا به اعلی درجه تحصیل و تخصص در تمام بخش‌ها نیازمند است و ضروری است که طالبان هنوز با دیدگاه کلاسیک زندگی میکنن و این تعریفی را که ملا هیبت الله آخوند از خرانی‌ها شدیدم و چند سابق هم متعلم یک مدرسه مثلا در کویته بوده و خودی من در مدرسه ها بیخی تخصص دارم میفهمم که چه دیدگاهی بسیار کلاسیک است. و این خاطر اینها از فقه معاصر اسلامی دور ماندن. من منظور دادن اسلامیست بیشتر دیدگاهی است که زن حق تمام تعلیمات داره و مولانا مولودی و دیگه مکتب اخوان المسلمین که فعلا اکثر بخشای اخوان المسلمین نظام طالبی را تایید میکنن، اینها تعلیم زن لازم و ضروری میدانند و بزرگان اخوان در دنیا حتی رجب طیب اردوغان و می صراحت گفت که معنی تعلیم زنها خلاف انسانیت، خلاف اسلام و خلاف تمام ارزش‌های اسلامی است و تمام فقها و علمای اسلامی. به خاطر تامین حقوق زن از دیگر اسلامی در افغانستان اصلا تامین نیست، ابتدای تعیین حقوق زن و حتی از مردان هم تامین نیست متاسفانه. بازم میگم که گپ سیاسی نیست، که واقعیت است که طالبان دیگه بیدار شوند. شکنجه هایی که در زندان‌های از اینا وجود دارد، طرز روش برخوردی که اینا مثلا زنها را گرفتار میکنن، تحقیق میکنن و اخباری که میبرن که اکثر دروغ هم نیست، همگی سیاسی تبلیغ نیست. از این ناحیه حقوق مردها هم تامین نیست، حقوق زنها خود تامین نیست. بله. آقای قیاسی، با این چالش هایی را که شما اشاره کردین و مشکلاتی که صدرهای حکومت سرپرست وجود داره، فکر میکنین که تعامل صورت بگیره و روابط خوب جهان با حکومت سرپرست داشته باشه و برقرار کنه؟ شعارهایی که جامعه جهانی و کشورهای دیگه میدن درباره حقوق زن و گپا، اونا بیشتر مصرف داخلی داره. به خاطر از اینکه حکومت‌ها در اون کشورها منتخب میباشن، احزاب وقتی کاندید میکنن که این مسائل مثلا در آلمان، در فرانسه، در امریکا، در اینجا که مسائل که بالا نکشن با شعار نتن مسئله حقوق زن و گپا را، باز حکومت‌ها برنده نمیباشن و به خاطر برنده به خاطر مصرف داخلی خودشان میدن. در اینکه اونا صادق نیستن، اونا در فکر از این نیستن که زن‌های افغانستان سرکوب شوند. در سعودی 150 سال فقط یک لحظه در سعودی 150 سال زن حق رانندگی را نداشت. همین جامعه جهانی و همین کشورها با اون کشورها دوست دارن و تعامل کردن. این گپ دروغ است. اما اگر برای از اونایی که مهم بود در معاهده دوحه که درج میکردن که حقوق زنها، تعلیم زنها محفوظ است و حقوق بشر محفوظ است، این گپا را چون یادداشت نکردن معنیش که مهم نیست، ولی تعامل صورت نمیگیره. به خاطر از این صورت نمیگیره که اینها با طالبان از دید یک پروژه استخباراتی میبینن و این فکر هستن که برای چند سالی که مهمه یا وظایف از اینا تکمیل شد و تاریخ از اینا گویا سپری شد فقط از اینا تعامل کنن. به این خاطر این مشکل است که از اینا تعامل علنی، قانونی و دیپلماتیک بگیرن. به این خاطر فعلا به این زودی ها تعامل صورت نمیگیره و حقوق بشر گپام یک بهانه است و واقعا بهانه است و طالبان می کارو نمیکنن. اینا از میزان طالبان استفاده میکنن، طالبان رو برسن نمیکنن. تشکر آقای قیاسی. آقای قیاسی، حالا چقدر در حکومت سرپرست تنوع قومی وجود داره؟ این قبلا هم به اشاره داشتم، تنوع قومی و اصلاح طالبانی وجود داره. مثلا یک طالب نقش اساسی در جنگ بازی کرده، مثلا مولانا فصیح الدین قاری فصیح الدین از بدخشان قدرت داره، پست بسیار مهم داره، با اساس هم کرکتری طالبانیزم یا با اساس هم کرکتری امارتی از این ناحیه تنوع وجود داره، ولو که اندک باشه. مثلا دوستای مهم است، شکل نمادین هم نیست هستن ولی کم تناسب، یعنی به فیصدی که بگیریم کم هستن ولی وجود داره. اما از نگاه اساسی وجود نداره. اساسی به این معنا که تمام اقشار جامعه با اساس صنفی در این حکومت شریک نیستن. یک، عامه مردم در حکومت سهم ندارند. دو، و با اساس اقوام هم یک قوم کوچک، اگر رأس قدرت حساب بکنید، قوم نوروزی و یک بعضی اقوام دیگر که مثلا
امیزدران و اینا که مثلا در جنوب هستن، اینا در یک بخش قدرت هستن، اونا در یک بخش قدرت تقسیم هستن. و این حساب این اصلا گراه وجود نداره که در این باره سخنی گفته نشده و این عمل هم صورت نگرفته. یک نظام انقلابی است، یک نظامی است که با زور و سلطه را گرفته، مثل خلق و پرچم واری. مثلا خلق و پرچم در شکل مثلا چپیش بوده یا در شکل راستیش قدرت گرفتن یک حزب کوچک، یک گروه کوچک، یک حتی حزب برای افغانستان حاکمیت میکنه. این تنوع هیچ وقت وجود نداره. اگر چنین در نظام افغانستان هیچ وقت وجود نداشت، ولی حالی به شکل بدتر. بله، در رابطه با هیئت حاکمه حکومت سرپرست ذبیح الله مجاهد، آقای ذبیح الله مجاهد گفته که از تمام مردم افغانستان حکومت سرپرست نمایندگی میکنه. فکر میکنین که نمایندگی میکنه از تمام مردم افغانستان؟ ما بازم قبل از اینکه به این سوال جواب بدم یک نکته اشاره بگیرم که ما مسلمان هستیم، دین خود باید ادا بکنیم. با حساب من حیث افرادی که در رأس حکومت قرار دارند، من این به شعار و بسیار افتخارم میگم و خودم مامور همین نظام سابقه. رأس این نظام از طالبان که هستند، با وجود مشکلات و بدبختی هایی که در افغانستان همیشه بوده، حال هم وجود داره و مراتب از شخصیت هایی که در رأس قدرت هستند، رئیس الوزراء، معاونینشان، وزیرای دفاعشان، با شرفتر، نجیبتر، انسانتر، آدمتر، مسلمانتر از نظام غنی و کرزی بودند که این رو ماشاءالله بازم میگم که 5% 10% استثنا کردن نمیتونیم. پسترین یعنی کثیفترین، خبیثترین، بدبختترین نظام، یعنی چتلترین نظام در تاریخ افغانستان بود که خودی ما مامور هستیم در راست نبودیم. البته ما یک نظامی که در او هم هیچ بدی نبود، نه که در اون است، خود این یه فرق در اینا وجود داره. اما نظام سرپرست گفتیم با ما فاکتوری که ما گفتیم، فکت جمهوریت و دموکراسی، فکت اسلامیش، از این ناحیه نمایندگی کردن نمیتونن به خاطر اینکه از کشور کوچک هستن. هر چی قضیه رو داوود که مثلا یک کشور کوچک فارغ شده از مدارس دینی پاکستان، مدارس دیوبند، مدارس جامعه علوم اسلامی کراچی، اینمی مردم با افغانستان حاکم هستند. شما فرض کنید چند درصد مردم افغانستان تشکیل میکنن. از نگاه طرفداری مردم و خوشبینی مردم ما در اول اشاره کردم که تحقیقات نشان میده که اگر انتخابات شود 13% مردم افغانستان نظام طالبان را تایید میکنند. به این خاطر اینا نمایندگی از مردم کردن نمیتونن. این بهتر نیست که باید نظام انقلابی است. یک نظام است که سلطه را گرفتیم در فکر اسلامی گفت که الملک لمن غلبه. ما غلبه کردیم، نظام گرفتیم، دموکراسی گفت اعتقادم نداریم، باورم نداریم. بهترش هم است که قسم بگن نظام یک حزبی است، تک حزبی است، تک گروهی است. بله، تشکر آقای قیاسی. محترم، اوس چې هر څو متخصص راځي هغه ګیره پرېښې لنګوټه سر کړی ده، سره له دې نه چې طالب نه دي ورته لیسته ګیره پرېږده او لنګوټه سر که، خو هغه ګیره او لنګوټه پرېښې ده. دې مهربانو ته داسې معلومیږي چې دا ټول مولوي صاحبان دي. زه وایم چې زما حکومت نه دی انحصار کړی، بلکې د ټولو افغانانو په ګډه حکومت یې جوړ کړی ده. امارت اسلامي ده، په دغه کې د افغانانو خیر ده، قراری ده پکې، اسلامي نظام پکې ده، په چا باندې تجاوز نشي کېدای، ظلم نشي کېدای، جبر نشي کېدای. نو په دې لحاظ باندې موږ وایو چې راځئ تاسو هم خپلې مټې راونغاړئ، راځئ چې په ګډه د امارت سره انډیوالي وکړو، جوړې کړو. تشکر. برمیگردم آقای سانکزی. آقای قیاسی، حالا وضعیت نرمال است، حکومت هم قسمی که آقای سانکزی به او اشاره داشت، همه موضوعات را شما شنیدین، تحلیل شما چی است؟ آیا همین موضوعات را که آقای سانکزی اشاره کرد به او، همینها حاکم است در افغانستان؟ اینجا یک تفکیک شما مسئله که یکی مسئله دیتیل یا جزئیاتی مسئله است که قسمی که مولانا سانکزی گفتن در اون اداره که مثلا اینا ششتن یک چند نفر که مثلا ورقاش امضا کردن این گپا، اما آدم همه چیز پر دین و سیاه و سفید نبینه. ما باز هم یک بار دیگه تاکید میکنم که همین مولوی سانکزی که ششته در اون اداره که امضا میکنه فعلا با مراتب با شرفتر، انسانتر و مسلمانتر است از اون کسی که قبل از این در نظام جمهوریت بود، در تا یک رشوت نمیداد، این کار انجام نمیداد. ما شهادتنامه ماستری خود بردم، با وجود که یک کارمند رسمی دولت بودم، پست ملی و وزارت خارجه کار میکردم، تو باور شوید تا 6 ماه همین شهادتنامه من امضا نشد. از این ناحیه ما گپ از اینا را تایید میکنم. اما گپ بحث ما اینجا که در یک چتر عمومی دولت سازی، یک سمپل بعد از اینا میتم که مثلا حکومت ایران، حکومت آخوندی بود، ایرانی ها آمدن حکومت کردن، با وجود از این که 40 سال می شود جمهوری اسلامی تحریم است، اما امروز 60% قشر متخصص و تحصیل کرده ایران از زنان تشکیل میدن.
بیشترین دانشمندان در تمام عرصه‌ها تا ساختن بمب اتم ایران داره. ما در چتر کلان حکومتداری گپ میزنیم. این حال مولانا چقدر مثلا مخلصانه مسائل جزئیاتی مثلا میرم، ما در چتر کلان قسم نمیشود. چتر کلانی که ما مطرح کردیم گپ زیاد نگرفت، خلاصه که مسئله بیعت است. خیلی خوب، نظام اسلامی است، بیای امیر در بیرون استاد شود، هیچ مشکلی وجود نداره. امیری که از جان خود میترسه، از امنیت خود میترسه، و امیر نیست. امامکم فی الصف امامکم فی الصف. این مقوله یا مثلا قول حضرت علی است، یا بعد جامعه روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله است، میگه امام شما که در صف است، میگه امام شما در سیاست پیش روی شماست. بیاید بیعت بگیره از مردم، صندوق کنه، مردم برای بیعت میکنن، بچونه که امیر کیست. از اینجا شروط اسلامیش مگم بزنم، ما بالکل از منطق اسلامی. بیایم رای گیری شود. رای گیری زمان کرزی و فساد و بدبختی و الوان، مردم بگن که این مردم بیعت بکنه از طریق صندوق ها بمی امیر. یکی میگه ما متخصصین هم مقرر میکنیم. یکی عزیز که مولای در یک چوکی مثلا شیشته اونجا یک کس برش مشوره میتن، مشوره رو هم معمول سابقه که از دوران خلق پرچم بالا شد، مشوره غلط هم بوده. ما فعلا کار کردن ما را روتین خوب میبینیم. در چتر قانون تعلیم زنها، حقوق بشر یک معضله است. ما خبر دارم میره این مولانا چه وضعی خبر داره که در زندان‌ها چی گپ تیر میشود، در ادارات تحقیق چی گپ تیر میشود، در استخبارات، در ریاست چی گپ تیر میشود. دیگه زنها تا حال 2 سال شده از تعلیم محروم هستند، از کار محروم هستند. مطابق فقه معاصر کاش که میبودن گپای ما را میشنیدن. بله، تشکر آقای قیاسی. این کارا میکردن. که ما در موضوع کلان است، در جزئیات این مسئله که پیش در شکی نیست که از مدار تا از کابل تا مدار برای امنیت بسیار خوب است، ولی به معنای وضعیت ملی نیست. سپاسگزار هستیم آقای قیاسی. سپاسگزار هستیم آقای قیاسی. 2 دقیقه فرصت داریم. راه حل چی است تا حکومت سرپرست توسط جهان قابل قبول و تمایل نشان داده شود برش؟ راه حل 2 راه حل است. یا راه حلی که با شکلی قطعا بیاین امیره چی کنیم که طالبان بهانه یا امارت این بهانه بررسی نباشه، به شکل اسلامی شو امر هم شورا بینه. طریق انتخاب شورا طریق انتخابات است، مثل ایران واری یک مجمع جور شود، شرایط وضع کنند که مثلا یک کسی که متهم به قتل است، یک کسی که متهم به فساد است، یک کسی که متهم به رشوت است، یک کسی که در نظام سابقه جاسوس بوده مثلا یا معلومات حال آدم است، این شروط اونا را منفی کنه، باقی مردم تحت شرایط خاص کاندیدای خود مردم بودن، یک نظام شورایی، یک پارلمان اسلامی جور شود، انتخابات صورت بگیرن، انتخابات 100% آزاد باشند، از تمام اقشار مردم مطابق حکم قرآن کریم و شورا بینهم یک پارلمان جور شود، پارلمان انتخاب کنه امیر خود، زعیم خود، شکلی که اسلامی شود و تمام قیوداتی که برای افراد، برای متخصصین، برای زنها، برای تعلیم زنها وضع شده ای باید مرفوع شود. یک حکومت موقت برای مدت چند وقت بیاید، یک حکومت موقت بازم قومی که اسلامی و شکل اسلامی، یک سمپل کافی بکنن، از ایران کافی بکنن، نمیره از سودان سابقه کافی بکنن. این نظام شورایی، نظام آزاد، تمام مردم در اون خود شریک بودن. راه حل نیست. تشکر. با جمهوریت هستیم این به شکل غربی که تمام دیگه طالبان. سپاس آقای قیاسی.